دوباره سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سجاد اسدی هستم، دانشجوی دکترای روانشناسی. مثل همیشه اومدم تا براتون یه داستان جذاب از دنیای علم روانشناسی بگم، دنیایی که برای ما آموزهای زیادی داره از اینکه واقعا انسان‌ها چطور زندگی میکنن، چطور فکر میکنن، چطور. امروز میخوایم از یک آزمایش جالب بگیم، از آزمایشی که منجر به رسیدن به ایده‌ای به نام اثر هاوثورن شد. اثر هاوثورن که خیلی هم مقدار تو فارسی تلفظش شاید بشه گفت سخته، میخواد چی به ما بگه و مقصودش چیه. بذارید اینجوری شروع بکنم. شما چطور میتونید بهره‌وری خودتون افزایش بدید؟ میرید سر کار از صبح تا موقع سعی کار میکنید و دوست دارید که به این فکر میکنید که چطور میتونم کارمند بهتری باشم و خروجی بهتری داشته باشه کار کردن. شما چطور میتونید بهتر درس بخونید؟ من میخوام برم دانشگاه، میخوام برم کتابخونه، میخوام فلان کنم و دوستم درس بخونم. چطور میتونید این کار انجام بدید؟ شما چطور میتونید بهره‌وری و عملکرد شخصیتون رو اپتیمایز کنید، بهینه کنید به شکلی که بتونید نتایج بهتری بگیرید؟ مضاف بر این که اصلا این سوال پیش میاد، آیا آدم ها بیشتر کار بکنن میتونن خروجی بیشتری داشته باشن یا کمتر کار بکنن؟ شما 3 ساعت در روز کار بکنید بهتر خروجیتون یا 5 ساعت؟ این سوالیه که مطرح شد و در حالا اوایل 1900 اون دهه ها محققا شروع کردن به تحقیق کردن در رابطه با این موضوع. اما چه نتیجه‌ای گرفته شد؟ محققا اومدن آزمایش‌های مختلف انجام دادن و متوجه شدن که به قول یارو گفتنی حاجی برگام، اصلا فرقی نداره چه جوریه، هر کاری میکنیم، هر جوری آزمایش میگیریم، بهره‌وری آدما داره بیشتر میشه. این فکر خیلی براشون واقعا عجیب بود. چرا هرچی آزمایش میگیرن بهره‌وری آدما بیشتر از قبله؟ و به یک نتیجه رسیدن. نتیجه چی؟ این که اصلا مهم نیست که بیشتر داری کار میکنی، کمتر داری کار میکنی، اونایی که دارن باید کار میکنن چجوری هن، تو چه شرایطی داری کار میکنی. یک چیز خیلی مهم، این که تو در حال ابزرو شدن و در حال این هستی که عملکرد داره بررسی میشه، دارن نگاهت میکنن، نظارت دارن. همین باعث میشه عملکرد آدما بهتر بشه. ساعت بیشتر کاری بهشون میدادن، باز عملکردشون بهتر میشد. بعد میگفتن خب وای واقعا چرا باید عملکرد بهتر بشه؟ به خاطر اینکه بیشتر کار میکردن وقتی تحت نظارت بودن. این خیلی عجیبه و به ما نشون میده که گاهی اوقات ما داریم بهتر کار میکنیم چون فلانی بغل دستمون نشسته و داره میبینه که ما داریم کار میکنیم. خیلی متوجه این موضوع نیستیم، ما اونقدرها بهش توجه نمیکنیم، ولی به هر حال تا حدودی این موضوع روی ما تاثیر میذاره. اثر هاوثورن بعدها تحقیقات بیشتری در موردش انجام شد و یافته های بیشتری به دست اومد. جدای از این که آدم ها سعی دارن تلاش بکنن برای اینکه بهتر عمل بکنن وقتی که ابزرو میشن، وقتی که شون نظارت وجود داره، یه نکته دیگه که هست اینه که آدم ها دوست دارن رضایت جلب بکنن. مثلا میگن شما دارید یه کاری انجام میدید، فرضاً مثلا سر کارتون، محل کار دارید کار میکنید و مدیرتون یهو میاد ازت میپرسه که این تاسک، این وظیفه جدیدی که به محول کردم این هفته انجام بدی دوست داری؟ و تو میگی آره خوبه، خیلی عالیه. مدیرت میاد ازت میپرسه که خب بهره‌وریت این هفته‌ای که گذشت چطوری بود؟ و میگی خوب بود و واقعا هم خوب بوده، چون مدیرت حواسش بهش بوده، همون اثر ابزرو شدن. و همینطور در کنار اون مدیرت متوجه تو بوده و تو دوست داشتی که مدیرت رو راضی نگه داری. این یافته بعدها در مطالعات علمی تو رشته‌های مختلف خیلی کمک کرد، حتی تو علم پزشکی. اینکه بعدها اندازه‌گیری شد، مثلا شما می‌خواید یه به عنوان یه پزشک محققی که تو حوزه پزشکی کار می‌کنه اثر یک دارو رو بسنجید. مثلا داروی ضد تهوع، یک داروی ساخته میشه، این دارو آماده میشه، به یک سری گروهی داده
میشه از آدم‌ها که این دارو رو تست بکنن و گزارش بکنن که بعد از مصرف این دارو تهوع کمتری دارن یا نه. آدم‌ها صرفاً به خاطر اینکه دوست دارن به اون ابزرورشون، اونی که داره نظارت میکنه اونی که داره بهشون نگاه میکنه، بررسی میکنه، اونو زیر نظر داره، دوست دارن بهش جواب مثبت بدن، راضیش کنن. بنابراین میدیدن که خیلی از آدم‌هایی که میان و میگن ما این قرص ضد تهوع خوردیم و حالمون بهتر شد، وقتی میرفتن عوامل بیولوژیکی رو در نظر میگرفتن تو آدمو میسنجیدن، میدیدن نه، این آدم حال فیزیکیش تغییری نکرده، بهتر نشده، ولی حس کرده که بهتره و شاید واقعا همون حسه کمک کرده بهتر بشه، ولی حس کرده که بهتره چون میخواسته محقق رو راضی بکنه و چون میخواسته به محقق بگی که من خوشم میاد از این چیزی که به من دادی. و این اثر هاثورن یک اثر ماندگار در علم شد، نه فقط روانشناسی، اگرچه که تحقیقات زیادی صورت گرفت بعدها در رد یا تایید این آزمایش هاثورن و نتایجی که به دست اومده. یه سری رو تایید کردن، یه سری رو رد کردن، ولی به عنوان یک اثر این پذیرفته شد خب که آدم ها تحت تاثیر ابزرو بودن و زیر نظر گرفته شدن قرار میگیرن. حالا یا عملکردشون بهتر میشه، یا نتیجه بهتری دارن، یا رفتار متفاوتی نشون میدن، یا اینکه سعی میکنن اون ابزرور یا ناظر رو راضی بکنن. ولی هر چه که هست اثر هاثورن به ما نشون داد که همچین چیزی وجود داره. این رو هم میخوام بهتون بگم که اگر در روانشناسی شما حالا مثلا شنیدید اثر یه چیزی مثل اثر هاثورن، مثلا اثر حالا روزنتال و افکت، اینطور نیست که همیشه علت و معلولی مشاهده این موضوع باشیم که مثلا اگه میگیم اثر هاثورن پس همیشه رخ میده. نه، اثر هاثورن فقط به ما نشون میده که گاهی اوقات این اتفاق میفته، گاهی اوقات شما تحت تاثیر قرار میگیرید صرفاً با ابزرو شدن. پس اگه میخواید بهره‌وریتون رو افزایش بدید شاید بهتر باشه که صرفاً به یه نفر بگید حواسش به کار کردنتون باشه. اگه میخواید بهتر درس بخونید شاید بهتر باشه که فقط به باباتون بگید نگاه کن من درس بخونم، درس خوندن منو زیر نظر بگیرید و همینجوری شاید بهتر درس کنید و بیشتر درس کنید و موثرتر درس کنید. این اثر هاثورن که به علم کمک زیادی کرد، فقط در روانشناسی در واقع موثر نبود و این آزمایش یکی از آزمایش‌هایی که به خوبی نشون داد که علم روانشناسی واقعا یک علمه. ما اگرچه در مورد چیزهای متقنی در روانشناسی صحبت نمی‌کنیم، اما یک دانسته، یک چیزی مثل اثر هاثورن توی روانشناسی تونست کمک بکنه به یک علم دیگه به نام علم پزشکی و نشون داد که باید در آزمایش‌ها و مشاهدات بالینی پزشکان و پژوهشگران در حوزه پزشکی دقت بیشتری به خرج بدن. این تأثیر بود که همین آزمایش‌ها و همین اثر هاثورن روی آدم‌ها گذاشت. اما سوال من از شمایی که این ویدیو رو می‌بینید اینه، به عنوان آدم‌هایی که همیشه دوست دارن قطعاً بهتر بشن و رشد بکنن، شما برای افزایش بهره‌وریتون، افزایش توانتون و بهتر شدن خروجی کارهایی که انجام میدید، حالا چه درس، چه شغلتونه، هر چیزی، چی کار میکنید؟ نظرتون حتما بهم بگید، کامنت بذارید، سوالی اگر داشتید بپرسید و ممنونم که در این ویدیو با من همراه بودید تا در مورد اثر هاثورن صحبت بکنیم. خیلی مراقب سلامتیتون باشید. مخلصیم. خدا نگهدار.